همونطور که در سوره اعراف آیه 16 و 17 داریم، قرآن 4 نوع حمله برای شیطان به ما معرفی میکنه، اون هم از زبان خود شیطان. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. قسم میخوری که من حتما در صراط مستقیم به کمین بندگان تو خواهم نشست. 3 تا تأکیدم داره، لا، لام تأکید و نون تأکید ثقیله که ترجمهش میشه حتما من در صراط مستقیم در کمین بندگانت هستم. این یعنی سنت هست، یعنی قاعده است، قانونه و استثناء هم نداره. نمیتونه کسی ادعا بکنه که من میخوام راه خدا رو برم اما با شیطانم نمیخوام درگیر شم یا شیطان با من درگیر نشه. امکان نداره. به محض اینکه شما تصمیم بگید آدم خوبی باشید، هر چقدر خوبتر این حملات هم وجود داره. چرا؟ چون گفتیم حملات شیطان همون تمرین هایی هستش که برای قدرت نفس ما نیاز هست. قطعا کسی که در یک سیر علمی درسهاش بالاتر هست، تمرینهاش هم سخت‌تر خواهد بود. تمرین‌های سال اول ابتدایی آسان‌تر از دوم آسان‌تر از سوم، همینطور که برید بالاتر سخت‌تر میشه. بنابراین همه انسان‌ها در حرکت به سمت بی‌نهایت تا وقتی زنده هستند این تمرین‌ها رو دارند. یعنی باید طی بشه. شیطان باید باشه، وسوسه هاش رو بکنه، تمرین هایی رو در ما ایجاد بکنه، زمینه هایی رو به ما بده تا ما بتونیم امتیاز بگیریم و بالا بریم. پس حتما رو صراط مستقیم. یک کسی نگه حالا ما چون آدم خوبی هستیم چرا باید یه همچین چیزایی باشه. اتفاقا چون آدم خوبی هستی و صراط مستقیم رو میخوای بری، شیطان باهات کار داره. بقیه رو که خب خودشون عضو حزب شیطان هستن و شیاطین الانس هستن، یعنی خودشون یکی از شیاطین میشه. کسی که راه الله رو طی نمیکنه و ایمان نداره، خودش جزء شیاطینه. گفتیم قرآن انسانها رو به 6 گروه تقسیم میکنه که یک گروه کیا بودن؟ شیاطین الانس بودن، انسانهای شیطان صفت بودن. این حمله ها از کجاست؟ از جلو، عقب، لآتینهم من بین ایدیهم، جلو، من خلفهم، عقب، و عن ایمانهم، راست، و عن شمائلهم، چپ. بعد میفهمد ولا تجد اکثرهم شاکرین. این حمله ها رو من میکنم و برای اینکه بفهمه به ما که این حمله ها مؤثر هست، میفهمد اکثر بندگان تو شاکر نخواهی یافت. اگر در کسی صفت شکر و رضا نباشه، خوراک شیطان این شخص. یعنی این حمله ها زمانی مؤثر هست که شخص روحیه شکر نداره و روحیه رضای از زندگی نداره. ناراضی بودن، نق و قور داشتن و حریص بودن، مسابقه دادن در زندگی با دیگران، چشم و همچشمی و زندگی و صحنه رقابت دیدن، حسادت، اینها همه زمینه هایی رو فراهم میکنه برای انسان که انسان از شیطان شکست بخوره در حمله های 4گانه. پس به محض اینکه روح شکر و رضا آمد، زمینه های رقابت در بخش های پایینی، دستای نگاه کنید توی این 4 بخش، یعنی بخش حس، خیال، وهم و عقل، مسابقات علمی، زمینه های رقابت تو این زمینه ها از بین رفت. بحث فوق عقلانی فوق العاده قدرتمند و
سرعتمند خواهد شد، هم سریع حرکت میکنه و هم قوی حرکت میکنه. همون چیزی خدا ازش میخواد. خدا میگه وقتی میخواید به سمت من بیایید، یکی این که سریع بیایید، با سرعت بیایید، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة. یه بار میفهمد سابقوا، با سبقت، با قدرت از بقیه سبقت بگیرید به من نزدیک بشید. شما به محض اینکه حس حسادت و رقابت رو تو این 4 تا کنار بگذارید اصلا و اجازه ندید که تو یکی این 4 بخش حسادت، رقابت، ناشکری، ناسپاسی و نارضایتی سراغتون بیاد، به شدت سرعتتون زیاد خواهد شد. قدرت و سرعت پیدا میکنید. مقایسه به هیچ وجه خودتون رو با کسی نکنید. اون وقت میبینید که انسان چقدر در دلش شادی، آرامش، قدرت و سرعت ایجاد میشه. تا این حس رو از بین بردی در وجود خودت، منتظر شادی و سیل شادی و آرامش و قدرت و سرعت باش. راهت خیلی زود باز میشه. کندی حرکت، عقبگرد خدایی نکرده، توقف و خدایی نکرده. عقبگرد زمانی در یه نفر ایجاد میشه که میگه من چند سال دارم درس میخونم، چند سال کلاس میام، چند تا برنامه گرفتم، چند تا استاد دیدم، چقدر کتاب خوندم، چقدر عبادت کردم، ولی حال و روزم هنوز همون حال و روز قبله. دل خوشی ندارم، زندگی آرامی ندارم، شاد نیستم، دلشوره دارم، غم زیاد دلمو میگیره، اضطراب زیاد میاد سراغم، خواب راحت ندارم. این مال این هستش که نتونسته این شخص توی این 4 مرحله از شر این افکار فرار بکنه، گرفتار این هاست. بنابراین کم سهم ترین بخش وجودش بخش فوق عقلانیش هستش، یعنی بخش انسانی. ضعیف ترین بخشش اون بخش هستش که خیلی توان عرض اندام در مقابل بخشای پایینی رو نداره، کم سهم تر هستش. وقت زیادی برای بخش فوق عقلانی و انسانی برای شخص دیگه نمیمونه. ولی یک کسی میخواد تمام گذشته‌ش رو جبران بکنه و یک لحظه از پوست گذشته در بیاد، دلشوره‌های آیندهش از بین بره، دیگه هیچ دلشوره نسبت به وضعیت آیندهش نداشته باشه، چه آینده خودش چه آینده اطرافیانش، و حمله راست و چپ روش اثر نگذاره، باید سلاح شکر و رضا رو در دست داشته باشه. اگه کسی شکر و رضا رو در دست داشت، توکل داشت، این شخص به هیچ وجه مورد حمله قرار نمیگیره. یعنی نه که مورد حمله قرار نمیگیره، حمله ها در روی این شخص اثر نداره، تاثیرگذار نیست. برای همین هم شما اگه این رو رمز رو درک نکنید، نمیدونید چرا خدا بعد از حمله های شیطان شکر رو برده. شیطان ببین چقدر از نظر روانشناسی قدرتمنده که خودش رمز رو داره میگه من حمله میکنم از جلو، عقب، راست و چپ. این حمله ها چی بود؟ جلو بود آینده ما دیگه ها، دلشوره ها و ناراحتی ها و اضطراب هایی که شخص نسبت به آینده زندگی خودش داره. این قطعا مال شیطانه. گذشته خودش، گذشتم گفتیم 3 تا بخش داره: گناهانی که شخص در گذشته کرده، کدورت هایی که در گذشته با کسی داشته و شکست هایی که در گذشته داشته. دائما شیطان این 3 بخش رو به روح انسان میکشه تا شخص اصلا بیفته در یعنی چنبره قصه، خودکمبینی، ضعف، دیگه نمیتونه حرکت بکنه. فلسفه‌ش هم گفتیم، فلسفه‌ش هم قرآن میفرماید که انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان 2 تا چیز رو انجام میده روی انسان با این حمله هاش. به 2 جا میخواد انسان رو برسونه: 1 به غم برسونه، به اضطراب برسونه مؤمن رو. این حمله ها رو میکنه که مؤمن دائما اعصابش خورد باشه، نسبت به آینده نتونه آرامش داشته باشه. این دلشوره های وضعیت آینده، حتما هی فکر میکنم قراره اتفاقی بیفته، من شکست میخورم، من موفق نمیشم. چون حملات رو هماهنگم انجام میده.
یعنی وقتی که دلشوره آینده رو ایجاد میکنه، از کجا دلشوره آینده رو ایجاد میکنه؟ از گذشته تو برات مثال میاره. میگه ببین تو قبلا هم شکست زیاد خوردی، قبلا هم گناه کردی، دیگه موفق نمیشی گناه نکنی، تو توبه نمیتونی بکنی. یعنی گذشته و آینده رو با هم هماهنگ میکنه. میگه چون گذشته تو این بوده، آینده تو هم این خواهد بود. بنابراین تو شکست خوردی، تو گناه زیاد کردی در گذشته و آدم خوبی نمیتونی باشی، آدم موفقی نمیتونی باشی، از یاران امام زمان نمیتونی باشی، از سرداران امام زمان نمیتونی باشی، از دوستان خدا نمیتونی باشی، نمیتونی از اولیاء الهی قرار بگیری. این دائما این رو ایجاد میکنه که شخص همیشه دچار قصه باشه. قصه یک سم بسیار مهلک هست برای حرکت به سمت خدا. یعنی کسی که شیطان بتونه با این سم فلجش بکنه، این دیگه نمیتونه خوب حرکت کنه به سمت خدا. دیگه چی؟ ترس ایجاد میکنه. یخوف اولیاءه، ترس ایجاد میکنه توی کسایی که پیروش هستن. یعنی شخص دستش به کار نمیره، دائما افکار منفی تو سرش هست، همیشه میگه نکنه این بشه، نکنه اون بشه، شاید اینجوری بشه، شاید اونجوری بشه. و این آدم شجاع و قدرتمندی در حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی نیست. پس ببینید کجا رو داره هدف قرار میده شیطان؟ ایجاد قصه و ایجاد ترس. در نقطه مقابل مؤمن چجوری هست؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اینا که اهل ایمان و عمل صالح هستن، لا خوف علیهم، اینا ترس ندارن، یعنی حربه ترس شیطان روشون اثر نداره. ولا هم یحزنون، قصه هم ندارن مؤمنین. مؤمن حقیقی رو شما از کجا میتونید بفهمید؟ از این که چقدر آرامش داره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چقدر قصه نداره، چقدر آرامش داره. این لا خوف علیهم یعنی آرامش داره، ولا هم یحزنون یعنی قصه هم نداره. پس اینو خوب دقت کنید. هر کس میخواد خودشو بسنجه، ببینه چقدر در حزب شیطان هست یا در حزب خدا هست، باید ببینه میزان شادی و آرامشش بیشتره یا میزان ترس و قصه هاش بیشتر هست تو زندگی. اینو باید ببینه چه جور آدمی هستش. اگر میزان شادی و آرامشش بیشتره، خب در حزب خداست. چون فرشته ها دائما به انسان آرامش و شادی مژده میدن، تلقین میکنن و الهامات الهی شادی و آرامش و قدرت هست. ولی شیطان نه، شیطان ترس و اضطراب رو، قصه رو برای انسان، به انسان تلقین میکنه و تحمیل میکنه. لذا ما کاملا میتونیم رنگ و بوی پیام ها رو تشخیص بدیم. الان من نسبت به آیندم، نسبت به زندگیم، نسبت به خودم، نسبت به خدا، نسبت به آخرت چه جور افکاری دارم، میتونم قشنگ تشخیص بدم که چه جور آدمی هستم. خب پس دلشوره، اضطراب، ناآرامی، حساسیت، حسادت، زودرنجی، رقابت، چشم و همچشمی، اینها علائم شیطان هست، علائم زندگی شیطانی هستش. آرامش، شادی، جود، بخشش، کرامت، مقایسه نکردن، حسود نبودن، خیرخواه بودن، دیگران رو مثل خود دیدن، حتی دیگران رو بالاتر از خود دیدن، اینها علامت زندگی الهی هست.